خب ببخشید من بیام جلوتر بتونیم ارتباط بهتری با هم داشته باشیم و نزدیکتر و اگر هم مشارکتی شکل گرفت و خواستیم با هم صحبت بکنیم از نزدیک با هم صحبت کنیم. به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر خدمت تک تک شما بزرگواران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که برای موضوع بسیار مهم توسعه برند کارفرمایی وقت گذاشتید امروز و یکی از مهمترین مباحث آموزشی شرایط امروزی و فضای کسب و کار امروزی رو انتخاب کردید تا در موردش بیشتر بیاموزید. ما امروز یک ساختاری رو برای جلسمون طراحی کردیم که فکر میکنم مثل نه یک جلسه ای که در مورد برند کارفرمایی و اهمیتش و مزایاش و اینکه چقدر این مفهوم خوبه و مؤثر صحبت بکنیم، چرا که کانال‌ها و ابزارهایی که در اختیار شماست حتما منابع بهتری نسبت به من هستن تا اهمیت توسعه برند کارفرمایی رو به شما نشون بدن. بهتره که امروز اگر هم شما موافق باشید که میبینم نسلی که الان بیشتر به طور غالب روبروی من نشسته نسل دهه‌های فکر میکنم 70 و 80 باشه، همینطوره؟ حالا غیر از یه درصدی که نه زیاد نه از کجا میگین؟ نه الان شما من دیدم بیشتر از شما هاست. اون چیزی که من میبینم که شما نمیبینید که. آرا میگیرین؟ اینم بد نیست. دهه 50 دست بگیرن، 60 70 80 بیشتره استاد. باشه خیرشو ببینید، این فروشنده است. خب دهه‌های 70 80 مون بیشترین بودن و اونایی هم که الان دهه‌های 50 و 60 هستن هم ممکنه روحیات دهه 70 80 رو داشته باشن. اساساً ما توی علم مفهومی به نام نسل زد و وای و ایکس و اینها به واقع نداریم. اینا مفاهیمیه که نامگذاری شده ولی خیلی ریشه های علمی نداره، چه بسا که تداخل هم خیلی داره. یعنی افراد نسل های در واقع مثلا ایکس در دهه های 60 هایی که روحیات دهه نسل زد رو داشته باشن و بالعکس این اتفاق هم محتمل هست. حالا یه بخشی از صحبتمون در مورد نسل ها هم باید صحبت بکنیم چون جزء موضوعمون هست. ببینید ما امروز در کارگاهی که با هم داریم قراره به طور علمی و کاربردی به مفهوم توسعه برند کارفرمایی بپردازیم و ابزارهایی رو یاد بگیریم که میتواند به طور کاملا عملیاتی برند کارفرمایی رو در سازمان ما، مجموعه ما یا بعداً در مجموعه های ما اندازه گیری کنه، وضعیت فعلیش رو مشخص کنه، شاخصها و KPI هایی که به ما کمک میکنه دونستن اونها نقطه اکنونمون رو پیدا بکنیم رو یاد بگیریم و بعد توسط 9 تکنیک برای رسیدن به وضعیت مطلوب تلاش کنیم. من یه آمار کوچیک بگیرم از دوستانی که الان تو این جلسه هستند. چند نفر اینجا در حوزه منابع انسانی، چه در لول کارشناس، مدیر، سرپرست، در حوزه منابع انسانی فعالیت میکنن؟ دست بگیرن. خیلی خوب. چند نفر مدیر کسب و کار هستند؟ چه کوچیک، چه متوسط، چه بزرگ، کسب و کار از خودشون دارن. چند نفر آفرین. چند نفر دست گرفتن؟ یه تعدادی دست گرفت.
دست گرفت. چند نفر در حوزه‌های مارکتینگ و برندینگ فعالیت میکنن؟ بسیار هم عالی. چقدر خوب. درصد قابل توجهی از مخاطبین ما مرتبط مستقیم هستند. چه افرادی این موضوع رو یاد میگیرند برای آینده کسب و کاری که قرار راه بندازند؟ که بسیار کار فوق‌العاده‌ای دارید میکنید و مهمه. خیلی خوب. از این گروه ها خارج از اینایی که اسم آوردم کسی هست که تو هیچ کدوم از این گروه ها قرار نگیره؟ نه دیگه. یا برای آینده است یا برای اکنون در گروه شغلی خودشون. چقدر خوب. ببینید من فقط خواهشم ازتون اینه که امروز که برای بحث توسعه برند کارفرمایی وقت گذاشتید و دانش و تکنیک‌های اونو یاد میگیرید و ابزارش هم بهتون میدم که از همین لحظه چطور پروسه توسعه برند کارفرمایی رو به طور منطقی، علمی و اصولی شروع کنید و از همین امروز ادامهش بدید و دیتاهاتون رو تکمیل کنید. نمیدونم چند نفر ابزار نوشتن دارند. اگر ندارید از گوشیتون برای یادداشت برداری بعضی از نکاتی که تاکید میکنم به واسطه اینکه نقطه شروع رو میخوایم بذاریم کجا؟ کی؟ امروز میخوایم بگذاریم نقطه شروع رو و از در واقع اسیر این آفت باشه بعدن میخونم شروع میکنم استفاده میکنم نشیم و خیلی از این کارا تا حالا میخواستیم بکنیم. از همین امروز بتونیم این مسئله رو شروع کنیم. خب بریم با هم ادامه. من مهدی افیونی زاده هستم. حدود 20 ساله که در حوزه توسعه کسب و کار، برندینگ و حوزه سرمایه انسانی با بیش از 120 صنعت ایران همکاری مستقیم داشت و بخش خیلی زیادی از مفاهیم و نکاتی که امروز شما میگیرید رو به واسطه تجارب عینی در صنعت‌های مختلف کشور که در طول این 2 دهه به دست آوردم بهتون انتقال میدم. لذا آنچه که امروز میگیرید صرفاً انتقال دانش برند کارفرمایی نیست. بخش بسیار زیادی از اون در صنایعی که همکنون باشون همکاری دارم و داشتیم اجرا شده، تجربه شده، ایرانیزه شده و از بین اونها این نکات انتخاب شده برای بهبود برند کارفرمایی شما. لذا آنچه امروز به دست میارید حاصل دانش و تجربه است، چون از دید من کسی که داره انتقال تجربه میده و دانش حتما از نزدیک در دل صنعت با مدیران و سرمایه های انسانی باید ارتباط نزدیک داشته باشه و تجربهشون کرده باشه، چون چیزهایی که معمولاً به طور صرف توی کتاب ها هست در فضای واقعی صنعت به خصوص صنعت کشور ما تفاوت‌های زیادی میکنه با واقعیت. لذا آنچه که دارید میگیرید رو با این نگاه در واقع دریافت کنید و نکته برداری کنید. همه مطلب امروز من به درد شما نمیخوره. همه مطلب من و شما امروز نباید بگیرید. براتون کاربرد ندارد. شما تکه‌ای از مطالب امروز من رو که با ابزاری که بهتون معرفی میکنم یادداشت میکنید، دریافت میکنید، همون رو عملیاتی کنید، به همه دستاوردهای دیگه توسعه برند کارفرمایی خواهید رسید. لذا سعی به این که من مطلب رو از دست ندم جمعش کنم اصلا نداشته باشید. هیچ نیازی نیست. 20% مطالب امروز برای شما، برای تک تکتون، حالا این 20% کجای صحبت برای کی باشه متفاوت، کاربردی خواهد بود. لذا چون میدونم مخاطبین با چه روی کردی سر سمینارها میشینن، میخوام حس راحتی بهتون بدم که اون قسمت که باید بگیرید رو در واقع ازش استفاده بکنید. خب جان
ضبط میشه کل برنامه، فکر میکنم ویدیوشو در اختیارتون بذارن، یعنی کل برنامه ضبط و ادیت میشه و مجموعه نگه میداره. حالا من خودم مهمانم، نمیدونم، بپرسید از عوامه. من یه خواهش ازتون دارم، شروع سمینار عناوینتون رو بذارید کنار، چون من مهمترین کاری که باید در ابتدای صحبتم قبل از شاخص و تکنیک به شما بدم، مهمترین کارم اینه که تفکر و ذهنیت درست برند کارفرمایی رو در شما ایجاد کنم و در این مفهوم ما با هم فکر بشیم و درست به این مفهوم نگاه کنیم. وضعیت برندهای داخلی و خارجی رو در موضوع برند کارفرمایی بشناسیم و یک دید درست پیدا کنیم. ما تا ندونیم چی میخوایم، چگونگی ها به دردمون نمیخوره و متاسفانه ما بیشتر خودمون رو صرف دریافت چگونگی ها میکنیم تا اینکه چی میخوایم به دست بیاریم. پس عناوینمون رو بذاریم کنار، نقشه هامون رو فراموش کنیم، مدیر، کارشناس، مشاور، بذارید کنار، همش فراموشش کنید. چون ما با مفهومی امروز کار داریم که تجاری نیست، محصولی نیست و بیشترین محور این مبحث کیه؟ انسان‌ها هستند. خب حالا با گذاشتن کنار همه این عناوین، نقش‌ها، حالا به این سوال‌ها باید جواب بدیم. یه لحظه ذهن و روان خودتون رو متمرکز کنید، اشتغالای فکریتون رو بذارید کنار و یه لحظه خودتون رو متمرکز این سوال کنید: اگر من همکار، مدیر، صاحب کسب و کار هستم، چرا کسی باید با من بخواد کار کنه؟ یه لحظه 10 ثانیه بهش فکر کنید. چرا یکی باید بخواد با شما کار کنه؟ چرا در میان انبوهی از رقابت‌ها در پوزیشن‌ها و سمت‌ها و در کسب و کار و بیزینس‌ها شما رو باید انتخاب کنند که باهاتون کار کنند؟ چرا باید با تو کار کنند؟ و این چرایی اگر پاسخ روشنی نداشته باشه، در ذهن من و شما، قطعاً در ذهن افراد بیرونی، کاملاً مبهم و تاریک. خب اگه کسی برای این پاسخ داره، 2 نفر، حالا یه خانم آقا، 2 نفر پاسخ بدند. یه نفر اونجا، آفرین، برای اون فرد ارزش افزوده ایجاد میکنید. یعنی هر چی هست سادش، هر چی هست در کنار شما، داشته های مؤثرش بیشتر میشه. درسته؟ یه خانم هم بگه که ما توازن بین زن و مردم رعایت کرده باشیم. بفرمایید. جدیدترین متدهای هوش هیجانی رو چیکار میکنین؟ برای تربیت و آموزششون استفاده میکنید. باش، دست شما درد نکنه. خب ببینید، ما به واسطه محتوا و مفاهیمی که توی این سمینار با هم دیگه یاد میگیریم، در پایان این سمینار و بعد از اجرای اونها، برای این 2 سوال پاسخهای روشن، منطقی، علمی و مستندی پیدا خواهیم کرد که چرا باید با ما کار کنند. من به قول دوستمون
چه ارزش افزوده‌ای برای این آدم دارم که اعلام میکنم در کنار من بودن باعث این ارزش افزوده برای تو میشه. و یه نکته خیلی مهمتر، آیا افراد و مخاطبین بیرونی هم اون ارزش افزوده‌ای که من معتقدم بهش میدیم رو همین رو تصور میکنند، همین شناخت و از ما دارند، یا نه من این گونه تصور میکنم؟ یه عکس خیلی جالبی در یک فروشگاهی گذاشته شده بود، من اینو در توصیف حرف آخرم دارم میزنم براتون. یکی از آفتهای بحث برندسازی هستشین. خیلی موقع ها ما اون چیزی که از کسب و کار خودمون میدونیم و اون تصوری که از کسب و کار خودمون میدونیم و داریم رو 10% رو دنیای بیرون از کسب و کار ما داره. من برای شخصیت کسب و کارم، برای نرم افزارها، تکنولوژی، برای انتخاب آدمها، محیط سازمان کارهای زیادی کردم، ولی چه تصوری از من در دنیای بیرون وجود داره؟ آیا اون چیزی که از شما تصور و تجسم میکنن با اون چیزی که وجود داره انطباق داره؟ این خیلی سوال مهمیه. اون کسب و کار اینو اینجوری نشون داده بود که شما تصور بکنید یک گل رز مثلا با برگ و گلبرگ و ساقه و رنگهای زیبا، تصوری که شما از کسب و کارتون دارید، و یه خط پراکنده بالا، یه خط نصف پایین، 3-4 تا خط نوشته بود زیرش آنچه که دیگران از کسب و کار شما میشناسند. و ما در حوزه برند تجاری یا غیر تجاری یا کارفرمایی یا محصولی خیلی موقع ها مشکلمون اینه که از درون خوب ساختیم ولی در دنیای بیرون اون شناخت وجود نداره. در دنیای دیجیتالی شدن و فناوری ما نمیتونیم سرمون رو توی لاک خودمون ببریم و بگیم ما خیلی خوبیم. باید خودشون بدونند، خودشون نمیدونند و آشنا هم نمیشند. باید خوب بتونیم خودمون رو پرزنت کنیم و خوب باید فعالیت بکنیم. خب چرا این مقدمه رو گفتم؟ برند کارفرمایی از سال دهه‌های آخر قرن 20، 1966 اگه اشتباه نکنم، این مفهوم متولد شد. چی شد متولد شد؟ مفهوم برند کارفرمایی، ایده اولیش و دلیل اولیه متولد شدنش این بود که تلاش کردن در اون دوره که دوره خیلی 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 قدیمی هم نیست، تصور مخاطبین و مردم نسبت به کارفرماها رو ارزیابی و بهبود ببخشند. این مفهوم مهم شد. این مفهوم رو ترجمه کردن به برند کارفرمایی. گذشت توی قرن 20، اوایل قرن 20 به واسطه چند اتفاق این مفهوم خیلی مهم شد. اون اتفاقات چی بود؟ دیجیتالی شدن و فناوری و رقابت بین کسب و کارها باعث شد کارجوها و کارمندان زمان، فرصت و زمینه پیدا کنن که تجارب خودشون از سازمان خودشون رو با بقیه منتشر کنن و در موردش حرف بزنند. آروم آروم این اتفاق یک رقابت درست کرد بین کارکنان. از طرفی این ورود به دنیای دیجیتالی همزمان شد با چی؟ اگه گفتین تغییر نسل‌ها، که تغییر چیا رو به دنبال داشت؟ روحیات و شخصیت‌ها و باورها و عقاید و رفتارها و اینها رو. پس ما با دو وضعیت مهم روبرو شدیم: ورود یک نسل با ویژگی‌های خودش، ورود دنیای دیجیتالی و فناوری با ابزارها و گستره،
و تهدید و فرصتایی که درش وجود داره. حالا من چیزی رو نمیتونم پنهان کنم. من نمیتونم سرام بکنم تو لاک خودم، کسب و کار خودم رو جمع و جور کنم، صداشم بیرون نیاد، هر کاری خواستم بکنم. به واسطه دیجیتالی شدن تخصص ها مهم شدند. تخصص هایی که در دوره های قبلی انقدری بهشون مثل برنامه ریزی تولید، مثل سیستم ها و روش ها، مثل استانداردهای منابع انسانی و خیلی دیگه، مثل استراتژی های مارکتینگ و فروش، مفاهیمی که از یک دوره‌ای مهم شدند و مؤثر دیده شدند. خب ما الان تخصص ها رو داریم، نسل جدید رو داریم، دنیای دیجیتالی رو هم داریم. افراد حق چی پیدا کردند؟ چی بگید؟ چی؟ انتخاب. حق انتخاب. حق انتخاب خیلی از معادلات دنیا رو عوض کرده. به این واژه خیلی اهمیت بدید. خیلی از کسب و کارها به واسطه حق انتخاب متحول یا منسوخ شدند. یه لحظه تو ذهنتون برگردید. یه دوره ای مثلا تو بانک ها تو صف، برو آقا کنار، دعوا فلان رسید، بایستی، گرمم باشه، صندلی هم جایی نیست، حقم نداری بشین. چی شد این معادله به هم ریخت؟ تکنولوژی اومد، خصوصی‌ها اومدند، به واسطه اینکه به شما فهموندن حقوقتونو، شما حق انتخاب پیدا کردی از یه جای دیگه. گفتی خیلی خب، من الان به واسطه خدماتی که میگیرم حق انتخاب دارم با این بانک کار کنم، با این بانک کار نکنم. و این حق انتخاب، اپلیکیشن هایی که الان برای حمل و نقل و چی بهتون داره میده؟ حق انتخاب. سوشال مدیا هایی که شما دارید و از اونها استفاده میکنید، حق انتخاب هایی که بهتون داره میده باعث میشه شما گرایش پیدا کنید به چه سوشال مدیایی، به چه سوشال اصلا نرید به سمتش. من حق انتخاب دارم الان گروه هم فلان کنم، الان کاستوم کنم که این اتفاق بیفته و خیلی چیزایی. و هر چقدر ما به این سمت بریم باید معادلات عوض بشه. الان در عصر هوش مصنوعی هم این اتفاق خواهد افتاد. امروز دیگه رقابت مال محصولات نیست. رقابت سر چیه؟ سر قلب و ذهن آدمایی هستند که اونا برند ما رو میسازن. دوستان عزیز، الان بقیه برند شما رو میسازن. اونها مشخص میکنند ارزش برند شما یا برند ولیو شما چقدر باشه. شما تعیین نمی کنید، چون مفهوم برند هم عوض شده. در یه دوره‌ای، حالا الان هم میگن ولی در یه دوره‌ای صحبت که میشد میگفتن برند، همه یاد چی میافتادن؟ نه شرکت، نه اصلا برند رو چی میدونستن؟ لوگو. ببینین برند چیه؟ تو گفت برند چیه؟ میگفت لوگو چیه؟ الان دیگه واقعا اصلا شوخی این حرف. اصلا دیگه در محدوده لوگو و رنگ دیگه نمیشه حرف زد. برند هویت شماست، شخصیت شماست تو ذهن مخاطب و مشتری. از من چی میگن وقتی نیستم؟ وقتی حضور ندارم در موردم چه توصیف هایی میشه؟ 3-4 تا کلمه بیشتر نیست. 20 سالم براش تلاش کردی. ما هر کدام تو چند کلمه بیشتر تعریف نمیشیم. دقیق، جدی، خوش اخلاق. به اینایی که میگم لطفاً وقت بذارید فکر کنید. از شما چی تو ذهن بقیه ساخته شده؟ اون برند شخصی شماست. از کسب و کار شما چی تو ذهن بقیه ساخته شده؟
اون برند کارفرمایی شماست. از محصول شما چه شناختی در دنیای بیرون هست؟ اون برند محصولی و تجاری شماست. پس همش کانون و مرکزش کجا شد؟ ذهن مخاطب. پس من برای چی باید برنامه ریزی کنم؟ اقداماتی انجام بدم که منو به خوبی در ذهن مشتری تعریف و توصیف کنه. پس اساساً تکلیف مشخص شد. در ساخت و توسعه برند کارفرمایی من وظیفم اینه که تصویر درست رو در ذهن مشتری درست کنم و مخاطب ایجاد کنم. مشتری میگم دوستان عزیز، چرا؟ چون کارکنان شما هم چی اند؟ مشتریتونن. مشتری درون سازمانیتونن. مشتری مداری میکنید، برای اونا هم باید انجام بدید. مشتری نوازی میکنید، اونا رو هم باید نوازش کنید. پس هر آنچه که ما برنامه ریزی برای مشتریانمون انجام میدیم، برای درون سازمانی هامون هم باید انجام بدیم. چه بسا از مشتری بیرونی چیه؟ مهمتر و واجبتره. درسته؟ برند کارفرمایی شما برندی است که نمیشه اونو با تبلیغ ساخت. محصولو میشه. سازمان رو نمیتونیم صرفاً با تبلیغات مختلف توی ابزارهای مختلف بسازیمش. ساخت برند ما در ذهن مخاطبین یک ابزار و رکن بسیار مهم داره، اونم تمام تیم همکاران ما هستند که به عنوان سفیران برند ما در بیرون در محیط‌های مختلف در مورد ما چیکار میکنن؟ حرف میزنن، گفتگو میکنن. خیلی مهم شده چی میگن. تازه مهمتر از اون خیلی مهم شده وقتی از شرکت شما در یک کانال داخلی، در یک پیج، در یک شبکه رسمی یا غیر رسمی یه پستی گذاشته میشه، چی کامنت میشه. بخواید نخواید کامنت های زیر پست های شرکت های شما اثر مستقیم روی برند کارفرمایی شما داره. بخواین قبول کنید یا نکنید، در اپلیکیشن های سفارش غذا ما به سراغ کجا می رویم؟ نظرات. قبول کنیم یا نکنیم مرجع اعتماد ما چی شده؟ نظرات. قبول دارین؟ بله رو بدید دیگه. یه نفر دبل لایک. خیلی درد کشیده بود از این بابت. نه، من اصلاح کنم تصور شما رو. تنها راه ساخت برند سازمان تبلیغ نیست. مهمترین راه ساخت برند شما کارکنان و مشتریان شما هستند. نه، برند کارفرمایی تصوری است که از محیط سازمان شما در دنیای بیرون وجود داره. سادش. خب الان در مورد شرکت کاله اگر اسم ببریم که امروز یکی دو تا برند داخلی خارجی رو با هم ارزیابی میکنیم، یکیش کاله است یکیش دیجی کالا است، اینا در مورد کاله وقتی صحبت میکنیم به محض اینکه اسم شرکت کاله و کارکنان و سازمان و استخدام میاد یه چیزی در ذهن شما نقش میبنده. شرکت مدرنیه، شرکت امروزیه، شرکت خوبیه. شاید این مهر روش خورده باشه که ماندگاری نیرو درش خیلی زیاده. هرچی مثل بعضی از برندهایی که در محدوده خودمونه و وقتی اسمشون میاد اصلاً امنیت شغلی براشون تعریف نشده، اسم نمیبرم. خب همونی که شما در موردش دارید میگید اون برند کارفرماییش. متوجه شدید؟
برند کارفرمایی یه مرز باریکی با برند سازمان داره، اشتراک خیلی زیادی باهاش داره. مرز باریکش اینه که برند کارفرمایی اگر که جایگاه اثرگذاری برند کارفرمایی رو متوجه بشید که تو مراحل جذب و استخدامه، توی نگهداشت نیروه، اون وقت رابطه بین مدیران و کارکنان هم توش تعریف میشه. اما در برند سازمانی ما صرفاً با بیرون سازمان کار داریم، خیلی با درونش کاری نداریم که یکی از آفت‌هامون هم همیشه همینه. در برند تجاری، کورپوریت برند یا برندهای سازمانی اتفاقه چیه؟ اتفاقه اینه که در بیرون ما یه ویترینی ساختیم، در درون وجود نداره. اینجا میگیم برند کارفرمایی با برند سازمانی نمیخونه. اینجا ضرر کردیم، کلی زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، سرمایه گذاری کردیم، هیچکی نمیدونه. باید بر همون منظورم دیگه دقیقاً ترجمهش این میشه که من کار را انجام دادم ولی برندسازی نکردم. مأموریتمون مشخص میشه. و تو دنیای دیجیتالی امروزی خیلی زیانه ها که ما حالا به مفاهیمش میرسیم. خب نوشتیم چی؟ دوستان عزیز، من از ابتدای سمینار خشت یه دیوار رو میخوام و یه ساختمون رو میخوام ببرمش بالا. الان تا اینجا ما چی متوجه شدیم؟ تا اینجا متوجه شدیم که ما در برند کارفرمایی محورمون قلب و ذهن کیه؟ مشتری و انسان‌ها. بگید قلب و ذهن انسان‌هاست. روی این باید سرمایه گذاری کنیم. تا اینجا متوجه شدیم که نسبت به نظرات همین مشتری‌ها بی تفاوت نمیتونیم باشیم. اصلا نباشیم نیست. دیگه یه دوره‌ای اگر 10 سال پیش 8 سال پیش من کلاسی تو این زمینه داشتم جور دیگه‌ای حرف می‌زدم. الان نمیتونم اونجوری حرف بزنم. نمیتونید بی تفاوت باشید. در خصوص برند کارفرمایی نمیتونید بی تفاوت باشید. یعنی نمیتونن کسب و کارا بی تفاوت. میدونید چرا؟ یه تصوری اگه بی تفاوت باشیم ازمون میسازن که الزاما ما اون تصور رو دوستش عوضش هم به این سادگی نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به واسطه این که ما به لحاظ جامعه شناسی در یک جامعه شرقی احساسی هم داریم زندگی میکنیم که خیلی تغییر ذهنیت و الفاظ درش کار آسونی نیست. ما هنوز میگیم ریکا، هنوز میگیم ژیلت فلان بده. متوجه میشین دیگه داستان چیه دیگه؟ چون برند بود، اون برند بود، هنوز اونه دیگه. هنوز میگیم اینجوری، اینقدر هک میشه. مثلا مدل برندینگ فرق میکنه اینجا یکم. ما تو ساخت برند تو کشور خودمون یه چالشایی رو تجربه کردیم که اصلا در کتب برندینگ نمیاد، اصلا نیست. خب جان چیزی میخواست کسی سوال کنه؟ اینجا چی نوشتیم؟ انتظار همه چیز رو میکشیم اما آمادش نیستیم. الان اگه من به شما بگم دوستای عزیز تا حالا تا یه اندازه‌ای به اهمیت برند کارفرمایی پی بردید، بیشتر هم بهش پی میبرید. خب حالا 7 شاخص بهتون یاد میدم که باهاش وضعیت برند کارفرماییتون رو ارزیابی کنید. شاخص‌های علمی با محاسبات آماری، ولی ساده، همه میتونید انجامش بدید. 9 تکنیک بهتون یاد میدم که بتونید توسعهش بدید، ولی باید انجامش بدید دیگه. آمادهش هستیم؟ بریم انجام بدیم یا نه 86مین همایش هم تمام می شود و اون شنبه هنوز شنبه رویایی هستا که قراره وزنه کم بشه، باشگاه ثبت نام بشه، مطالب رو بشینم روش کار بکنم. ولی اولش کارتون رو راحت کردم و بهتون گفتم کارت خودتون رو سخت نکنید. همه مطلب منم نمیخواد یاد بگیرید، اصلا لازم نیست. خب
سوال بعدی، 2 سوال اول کار مطرح کردم، خواهش میکنم بعداً در خلوت خودتون بهش فکر کنید. بزرگان ما در حوزه‌های مختلف مدیریتی هم توصیه کردن افرادی موفقند که زمانی رو خلوت کنن، فکر کنن و در اون سکون و سکوت برنامه ریزی کنن. تو اون خلوته به اون سوالا جواب بدید. سوال چی بود؟ کی یادشه؟ چرا باید ما رو انتخاب کنند؟ من چی دارم که باید انتخاب بشم؟ حالا این من میتونه من فردیم باشه، میتونه من سازمانی من باشه. اونم بشنه چرا باید سازمان منو انتخاب کن؟ اگه تو جوابشو ندونی بقیه هم نمیدونن. سوال سوم، چی شد نیروها منابع انسانی شدن سرمایه؟ یادتونه اول میگفتن واحد نیروی انسانی، یکم گذشت شد واحد منابع. هنوزم منابع انسانی تو دهنا بیشتر میچرخه. چند سال اخیر اسمش شد واحد، که بعضی از سازمان ها تغییر نام دادن، بعضی دارن این کار میکنن و الاخر. چی شد شدن سرمایه؟ چی شد شدیم سرمایه؟ مگه سرمایه چه ویژگی داره که منابع و نیروها ندارند؟ سوال مهمیه. یه خانم آقا بگن. کی میگه؟ بفهم خواهش. بله خود. که منابع رو صرفش میکنیم و داریم سرمایه گذاری میکنیم که منابع داره خرجش میشه. اینم نگاه جالبیه. منابع داره براش هزینه میشه، براش داره صرف میشه، پس اگه سرمایه نبینیم میشه هزینه. یه خانم بگن. بفهم. خب نه، چی شد شدن سرمایه؟ اون بله، نیرویی که راضی باشه، نیروی راضی باشه، خدام راضی باشه، ما هم راضیم. این رضایته میشه انگیزه که بعد براش پاورپوینت اسلاید خوبم دارم. ولی سوال اینه چی شد شدن سرمایه؟ اگر روی نگه داشتشون کار کنیم سرمایه میشند. این با نزدیک شد الان. اوکی. خب یه خانم آقا گفتن، بذارید من ببینم ایشون زودتر. ببخش. یه دلیلش اینه. بله. خب یه نفر حالا از این طرف بگه. بفهم. ببخشید این ترازو چون چپ میکنه کشتیمون. بفهم. آها. به خاطر ذهنیت، نگاه برندی داری بهش میکنی. به واسطه اینکه ذهنیت ساخته میشه و میتونه آسیب بزنه یا نزنه، ما باید سرمایه ببینیمش. اینم حرف درستی. اجازه میدین حالا بریم ادامه؟ چون من میخوام تایمو از دست ندم. بعد تو ادامه دوباره مطلب مرتبط داریم، تو همین زمینه شما بیاین ورود کنین توی. حتما گزینا بعد شما هستید. ببخشید. خب چی شد شدیم سرمایه؟ ببینید اصلا به چی میگن سرمایه انسانی؟ یه چی فراتر از یک نیروی کار، نگاه سرمایه است. مهارت، صفت، دانش و چی؟ تخصص.
مهارت، صفات، دانش و تخصص کارکنان، این 4 تا اثرش رو چی داره میذاره؟ واژه مهمه بهره‌وری. نهایتاً به اون گایه اقتصادی ما باید چی باشه؟ بهره‌ور باید باشه دیگه. حالا همه اون اتفاقا بیفته بهره‌وری نداشته باشه که ما باید ببندیمش با دنیایی از رضایت. درسته؟ پس ما یکی از کلیدی ترین واژه های کسب و کاریمون رسیدن یا افزایش چیه؟ بهره‌وری. حالا در دهه‌های اخیر اثر کارکنان بر بهره‌وری خیلی بیشتر شده. قبلا اینجوری نبود. چرا؟ یه دلیلش گفتم تخصص. بله. تخصص به سادگی دیگه به دست آوردنی نیست. از یه طرف دیگه اگه حتی تخصص و مهارت وجود داشته باشه، یه دارایی دیگه کارکنان دارند که اگه تیک نخوره دوباره سازمان را به جهنمی برای کار کردن تبدیل میکنه. اون چیه؟ صفات و شخصیت ها که از مهارت تجربه چیه؟ مهمتر و بالاتره. شخصیت ها رو باید استخدام کنید، مهارت رو میشه به دست آورد. سازمان ها از دل بی شخصیتی بیشتر زمین میخورن تا بی مهارتی. اونایی که تو دل فضای کسب و کارن میفهمن من چی میگم. تخصص به دست میاد، برخلاف فکر خیلی از صاحبای کسب و کار که فقط میگه من اصلا کاری ندارم، رفتارش چیه، روی کردش چیه، چجوری حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه، چجوری حل و فصل میکنه، تعارضات رو چجوری برخورد میکنه، من اصلا کاری ندارم، کار منو باید انجام بده. ولی موضوع اینه تو برای یک مهارت یه سازمان رو داری چی کار میکنی؟ هزینه میکنی. ریشه ای ترین آسیبی که یه سازمان میتونه بخوره که ناشی از شخصیت هاست چیه؟ ریشه به کجای سازمانه؟ قبل از اون یه مفهوم مهمتر دیگه، یه مفهوم کلیه فلسفیه خیلی مهم. چی؟ فرهنگ. آفرین. به این سادگی هم ساخته، به سادگی هم سقوط. پس به واسطه نتیجه گیری، به واسطه اثری که شخصیت شامل صفات بر سازمان من، برند من، مشتریان من میگذاره و تخصص و مهارتایی که منو به بهره‌وری میبره و میرسونه و اینها توسط افرادی به نام کارکنان محقق میشند، اونها از این به بعد برای من حکم چی دارن؟ بگید بلند. خب ما با همه این اوصاف با یه گروه دیگه هم روبرو هستیم، ورود نسل جدید. گفتیم صفات و چیا؟ شخصیت ها. در نسل جدید این صفات و شخصیت ها چی شده؟ عوض شده. چه دهه هایی الان دارن استخدام میشن؟ 70 و 80 اوج متقاضیان استخدام هستند. روحیاتشون آیا متفاوته؟ بله. تخصص؟ بله. مهارت؟ بله. ذهنیت؟ جسارت؟ بله. عقاید و ارزش ها؟ بله. همه چیشون متفاوته. اینا قراره با کی کار کنن؟ با نسلی که تفاوتایی که ازش اسم بردم براشون تعریف دیگری دارد. اونا نسل ایکس، پذیرای یه نسل وای و زد و حالا 4 روز دیگه نسل آلفا و اینها. سکان دست کیه؟ ایکس. آینده دست کیه؟ وای و زد. حالا شما پیدا کنین پرتقال فروش. اگه این نسل ایکسیه درک این نسل وای و زد رو نداشته باشه، به نداشتن درک کافی به اضافه اختیار و سمت و سابقه مساوی است با له شدن اون نسل در اون سازمان. ولی اهل سازش نیست، سکوت هم نمیکنه،
چون قبلا یه بنده خدایی میگفت که نمیشناسین شما، میگفت سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت. اینا سکوت نمی کنند و شکایت هم می کنند، ترک هم می کنند. بعد میرن بیرون بدون هیچ ترس و لرزی در راستای سقوط برند کارفرمایی شما تلاش وافری می کنند. اگر سازمان شما در شبکه‌های اجتماعی باشه فعال، وبسایت داشته باشه، در گوگل سرچ بشه و یک شبکه ارتباطی در فضای دیجیتال داشته باشه، فاتحه‌اش خونده است. در نتیجه نه پیج بزنید نه سایت. فکر کنم نتیجه یه چند تا متخصص دیجیتال مارکتینگ داریم اینجا الان میگن هیچ کار کاسبی ما رو. خب من الان تکمیلش کنم که اونم امکان پذیر، چون قرار نبود سرمون رو بکنیم تو لاک خودمون و هر چی خوبی و حسن داریم در واقع پنهانش کنیم. نمیتونیم این کارو بکنیم. اگه میخوایم انتخاب بشیم باید انتشار بدیم. این جمله رو بعد استوریش کنیم دیگه. پس شما در اوکی؟ پس خب روحیاتی دارن دیگه، باید بهشون شخصیت بدیم. من وارد جزئیاتش نمیشم، یه سری توصیه گذاشتم. حالا چون موضوع اصلی محورم شناخت و در واقع حوزه روانشناختی نسل جدید نیست، فقط بهش اشاره کردم کلیاتش رو. یه در واقع ارزیابی دیگه هم میتونیم داشته باشیم. مدیریت به سبک امریکایی میگه استخدام کوتاه مدت، تصمیم گیری فردی، ارزیابی سریع، کنترل مؤثر، استخدام تخصصی. مدیریت ژاپنی میگه مادام العمر، گروهی، مسئولیت گروهی، پیشرفت آهسته، مکانیزم کنترل ضمنی در حین باشه، استخدام دائمی غیر تخصصی. این نگاه ژاپنیه. ولی مدیریت نسل زد ترکیب این دو مدیریته. میگه استخدام بلند مدت. استخدام بلند مدت رو من معنی کنم در مورد نسل زد، معنیش این نیست که بیا قرارداد 10 ساله با من ببنده، اصلا این معنی رو نمیده. در جریان باشید که میانگین ماندگاری نسل زد الان 1 سال و 7 ماه هست میانگینش. در جریان باشید، چیزی به نام این که بمونه حالا تا 10 سال دیگه، اینها میانگین 1 سال و 7 ماهه. در کشور ما 1 سال و 3 ماهه. پس خیلی خبری نیست. جذب کنید، کار کنید. بمونه حالا هی نمیدونم بلیت فلان بهش بدم، این کارو بکنم اون کارو بکنم تا بمونه، اینا رو بذارید. ادبیات مال قبل بود دیگه، الان جواب نمیده. نه دیگه، به نحوی روش کار بکنید که تعامل و رضایت دو طرفه باشه. یعنی این نباشه که من اصلا اون کارو بکنم نمیمونه، میدونید؟ یعنی اون روی کرد نمونه. حالا داستان اینه، استخدام بلند مدت اینجا دوستان معنیش اینه یک حس ناامنی به نسل جدید تو استخدام داده میشه که در موردش بیرون حرف میزنن، روی برند کارفرمایی هم تاثیر منفی میگذاره. اون چیه؟ اون تمدیدهای قراردادی 1 ماه 2 ماهه. حالا این ماه برات میزنم تا آخر ماه، حالا اومدی 2 ماه برات میزنم. من از کسی که هر لحظه احتمال داره 2 ماه دیگه آخر این ماه خداحافظی کنه، انتظار کار فوق‌العاده در یه عدد منطقی، مقدار و بازه منطقی باش قرارداد ببندید. اینو در این منظور استخدام اینه. نگاه اینجوری نباشه. تصمیم گیری گروهی، مسئولیت، تصمیم گیری ها خیلی مشارکت جویند، خیلی مایلند به مشارکت گرفته بشن، خیلی مایلند در یه موضوعی بهشون مسئولیت داده بشه و بگیم اینو من به تو میسپارم، تو انجامش بده. خیلی انگیزه میگیرن تو این حوزه. پس ادبیات ارتباطی و رفتاری رو باهاشون بدونیم، ارزیابیشون